خب دوستای عزیز، میخواستم یک هموطن روسی یک چند نوار فرستاد. میخواستم بس همه شما برسانم و پس آن صحبت باز هم ادامه تیم. البته که ما بارها در این باره گفته بودیم، باز هم خواهش کردن که در منبرهایی که قبلا طاعت کرده میشد، ابادت کرده میشد، نماز خوانده میشد، خدا رو به بزرگیش میشناختن، امروز جای رقص و بازی شده است. ما بارها نوارها را گذاشتیم، اما هموطن باز هم خواهش کرده است از ما که التماس در برنامه‌تون همین موضوع را بار دیگر حرف زنید. مرحمت، نوار را میبینیم. از این سه نوار است دوستای عزیز، روسی همش همین تکراری است، مثل همین رقص است. کسایی که واقعا اهل علم هستین، کسایی که علما هستین، کسایی که حافظ قرآن هستین، کسایی که مدرسه های بهترین کشورهای دنیا را، پاکستان و هندوستان و عربستان و مدینه و مکه را خواندین آمدین، پس مسئولیت شما چی بود؟ پس برای چی خواندین؟ برای چی در اون مدرسه ها از حساب بیت المالی انا همون مدرسه تعلیم گرفتین، علم گرفتین، دانش گرفتین؟ شما را غذا کو دادن، مبلغ کو دادن، حتی بعضیاتون زن و فرزنداتون نان دادن. برای چی؟ آیا نگفتن که زمانی که بالای خانه خداوند چونین ابلهی می شود، سعی روی ابلهی را بگیر؟ نگفتن؟ در محاربه حبیب میلیون ها هزارها تاجیک در کوچه برآمدین، به خاطری که مسلمان از الحمدلله میگه. آیا خانه خداوند امروز پایمال کردن؟ امروز منبری که از اونجا حرف از کلام پروردگار میرفت، جای رقص و بازی کردن، گجادن در خیابان بروین از این دستگیری بکنین. کویا بار کو الحمدلله گفت. در اون منبر اگر که واقعا مردم نماز میخوان، در هر روز 5 بار ابادت میشد، هر روز 5 بار نام الله را ذکر میکردن، آواز بلندی اذان بود. گجا شدین. روزی که غضب خداوند مطمئن باشین بالای شما میبیا، بالای مردم تاجیکستان میبیا. دیگر جنگ 91 92 شهروندی غیر شهروندی، جنگ گیتلر و جنگ کس دیگه مثال شده نمیتونه، مطمئن باشین. به خاطری که با قانونهای خداوند امروز بازی کردین، به خاطری که امروز همه چی را پایمال کردن، زیر پا کردن، از بین بردن. شکرانه کنه که وطن آباد است. اگر تاجیکستان مثل امریکا بسازه، اگر 3 جوانی تاجیک دعوای مسلمانی میکنی، زمان در یک مسجد، در یک خانه خدا چونین فسادی، چونین ابلهی، چونین بدبختی صدا میتیه، مسئولیت داری که تمامی مرزا را گذر بکنی، سیرایی را بگیری. در دیگه حالت ما دروغ میگیم، روسیا هستیم، سرخم هستیم پیش خدای خود، پیش پیامبری خود، پیش انا همون بزرگایی که دعوا از دین میکنیم. منبرایی که علماها ملاهای ما میشنین از قصه های جسارت، از قصه های تعلیم قرآن، از قصه های احادیث های پیامبر، از قصه های عمر میکنین، شجاعت عمر را مثال میبرین که جا شده خودت. ما چند روز پیش چندین نوارا را گوش کردم، لازم ندارم اسمش بیان بکنم. بارها از شجاعت عمر حرف میزنن که جا دین. آیا عمر اجازت میداد؟
آیا عمر میگذاشت که چون این ابلهی صورت بگیره؟ البته که با این شمشیر راست میکرد و ابله را کنیشین